و همچنان از این استیج پیغام داریم کسانی که امروز هم در افغانستان خونریزی میکنه، جنگ میکنه، امنیت خراب میکنه، اگر اونها به این فکر است که ما کار خوب میکنیم، ما از او چند سوال داریم. آیا در تمام افغانستان یک فرد نظامی خارجی وجود داره؟ وقتی که نداره افغانستان از اشغال آزاد شده، به خاطر چی جنگ میکنی؟ آیا در تمام افغانستان کسی جرأت کرده میتونه که شراب بفروشه یا بنوشه؟ آیا در تمام افغانستان، در هر ولسوالی و قریه و مرکزهای افغانستان کس میتونه که به الحاد و بلادینی دعوت بکنه؟ کس میتونه که از غیر دین مقدس اسلام به دیگه دین دعوت بکنه؟ آیا در تمام افغانستان کسی جرأت میکنه که یا شرک بکنه یا دیگه خرافات و چیزیات چتی که نه زنا است، نه خارجی هاست، نه اشغال است، نه شراب است، نه الحاد است، نه کفر است؟ پس جنگ برای خاطر چی؟ ما و شما حکومت داریم، مشکلات هم داره، صفات هم داره. با خدا که بعضی کارا را میبینیم سخت دلم خوشحال میشه. در بدخشان در یک کوه 3 نفر زیر کوه میشه، اونجا هم اردوی ما و شما هم را هلیکوپتر میرسه و را نجات میده. در سالنگ و در هرات اگر کسی در برابری بند میمانه، اونجا هم میرسه و را نجات میده. در سیلاب و در دیگر آفتهای طبیعی اگر کس گیر میآید او را هم نجات میده. اگر در و پا داشته باشه یا 100 یا 1000 یا میلیارد در خدمت مردم مصرف میشه. بهترین نظام است، فساد نیست.